سلام دخترا، سلام پیرزنا، سلام مفخورا، سلام ملت نمک نشناس. عروس سفیر هستم. امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری روی سرتون بخچه درست کنید. آره دیگه، بخچه دیگه، حجابتون رو رعایت کنید. همونجور که میدونید هر روزی که یک شیره‌زنی پیدا بشه که در میدان واسطه و چادرشو در بیاره و حجابشو در بیاره، از بالا دستور میاد به من که برو یه ویدیو درست کن که مردم یاد بگیرن که این حجابو چجوری به کلشون ببندن. اولین کاری که میکنین عزیزان، صورتتون رو خوب پاک میکنید. خب ببینید هیچی روش نیست. اینو خوب انجام میدید. بعد تنبون آقای سفیر رو سرتون میکنین، چون ما بهشون ارادت بسیار زیادی داریم، مثل تاج سر ما هستن. میبینین لنگش میره این تو پاهاشون. آره، این تنبون آقای سفیر هست که اول سرمون میکنیم، چون که ما میخوام خیلی کلمون باد کنه، بخچه‌ای مثل بخچه باشه. بخچه همون که یادتون میاد. بعد چیکار میکنید؟ دومین کاری که میکنید میمالید تا اونجا که میتونید. اصلا حجاب بدون میکاپ و آرایش که اصلا معنی نداره خواهران. شما چیکار میکنید؟ تا میتونید این فاندیشن رو برمیدارید. من البته زیاد ندارم چون زیاد استفاده نمی کنم، چون پوستم احتیاج نداره. اینو شما برمیدارید تا میتونید میمالید. خب بالا رو یادتون نره ها، اب نداره. نترسید ما همه با هم هستیم. دارم به میکاپم میگم. خب اینی که کردیم، گفتم حجاب با میکاپ، بدون میکاپ اصلا نمیشه. اینو که انجام دادیم، خب این بقیش از اینجا پاک میکنیم که به چادر شاخشورمون نخوره. بعد اینو ور میداریم. خب اینو اینجوری ور میداریم روی همون تنبون آقای سفیر. اینجوری چیکار میکنیم؟ اینو قشنگ میاریم. بعد قبل از که یادم بره، اگر که دوست دارید که بیشتر اینو راستی بلندش کنید. اوکی. بعدش اگر که دوست دارید این بیشتر مثلا بخچه‌ای باشه، از 2 تا تنبون آقای سفیر استفاده کنید. یه دونم این هست، خب مشکل خود وضعشون. اینم هست که مال 2 چرخ سواری هست، ایشون استفاده میکنن. خب ما چیکار کنیم؟ چون این توش چیز داره، ابر داره که ما تحتشون وقتی که به زین میخوره زیاد درد نگیره. اینم میتونیم استفاده. شما اینم برمیدارید. اگه میخواین که خیلی چیز باشه، اینم سرتون میکنید روی اون یکی تنبونشون. پس میشه 2 تا تنبون، یه خود میکاپ برای الان ادامه میدیم. تحمل داشته باشین عزیزان. آره دختران، خواهرا، همچون که داشتم میگفتم عزیزان، بعد از اینکه اون 2 تا تنبونو، چون ما میخوایم کلمون مثل بخچه همون باشه. یادت مادر بزرگتون میبرد میشستتون، بخچه با خودش میبرد؟ یادتون میاد؟ آخه ما میخوایم مثلا ادای زنای صحراهای عربستانی چیز رو در بیاریم. خب اول صبر کنید، الان بده. قبل از اینکه ما اینو دور کلمون بپیچیم، باید بازم میکاپ کنیم. یه الکی که نمیشه که. تازه ما شروع کردیم، بدون میکاپ اصلا نمیشه. اگه شما به عکس و ویدیوهای من دقت کرده باشین، میدونین که من خیلی میمالم. چیزا تو غریبی نیستش که. آره اصلا حجاب بدون میکاپ نمیشه. خود اینجا میمالید. خب اینم که انجام دادیم. خب من زیاد نزدم چون معلوم نمیشه. بعد بلاش هم میزنیم مثل عروس هاتیایی خود اینجا که قرمز بشه. ابروهام هم که آره دیدید دیگه مثل پاچه گاو هست. البته اگه عکسای قبلی من دقت کرده باشید، الان تو اینترنت زیاده. موهای من معلوم هست. ابروهام قیتونی بود با شوهر اولیم که بودم. خب این شوهر فرق میکنه، همه چی باید کلفتر باشه و ابروهم کلفتره. خب میبینید. خب بعد ما اینو میاریم اینجا و این بره به اینجوری تنبونه. و چه ارادتی اصلا بالا تاج سر من هستم. بعد ما اینو میاریم اینجا. خب بعد چیکار میکنیم؟ بعد اینو میبریم اینجا. بعد یه چیزی گنده اینجوری هم هست میزنیم. گفتم ما باید مثل این عروس دهاتیایی باشیم که تو صحرای عربستان مثلا گمی چیزی شدیم. آخه اینجوریه. آره تمام زنهای آریایی این شکلی هستن. چطونه؟ بعد اینم میزنین اینجا. البته خب باسته دیگه لامصب.
ای واسطاد. آره عزیزان، این میشه مدل بخچه‌ای حجاب. هر دفعه که شما دختران انقلاب این چادرتون رو در بیارید، گفتم دستور از بالا به من میاد که حجاب رو براتون درست کنم. امیدوارم که از این حجاب و روش بستن به کلتون خوشتون اومده باشه. خواهش میکنم سوالاتی راجع به تنبون آقای سفیر اگه دارید، اتفاقاتی که در دانمارک تازگی ها افتاده بود، اینا سوال کنید دیگه، همه رو بهتون میگم. آره عزیزان، خوشتون اومد؟ این آرایش حجاب گم شدن در صحراهای عربستان هست. ابروری تو نری ها، باید برم پاچه گاو و اینا باشه، پاچه باز، پاچه گاو.